عیسی خداوند منظور دو شاگردش شد و آنان آشفته نزد شاگردان دیگر آمدند. خداوند در حقیقت احیا شد. او منظوری شمعون شد. وقتی که همراه ما بود ما او را نشناختیم. لیکن چون نان بیشکست ما او را شناختیم. با این واس چرا آنجا برفت؟ آباد باشید. چه خجالت میکشید و وهم دل شما از چیست؟ این منم. و دست و پای من نظر اندازید، دست رسانید و باور کنید. زیرا روح جسم استخوان ندارد، همچنان که در من میبینید. آنچه به شما گفتم همان شد. وقتی که با شما بودم هر آنچه در حق من در تورات موسی و مصحف انبیا نوشته اجرا شد. نوشته این بود: مسیح رنج برد و روز سوم از بین مردگان برخیزد و به نام او از اورشلیم شروع کرده تا همه کشورهای جهان همه گناهان آمرزش بیابند. شما شاهد اینید که من موعود پدرم را به شما میفرستم، اما شما در شهر باشید تا قدرت خدا به دل شما اثر کند.